آدمی سالهاست محکوم است، آدمی قرنهاست زندانی است، آدمی پشت ابرهای نهان شاهد یک جهان پریشانی است. بحرها در تباتب طوفان، برکه ها وقت باد میفهمند بر جبین این خطوط بشکسته اثر ارتعاش پنهانی است. از من از آشیان چه میپرسی؟ آشیان جای هیچ پرسش نیست. هیچ مرغ اسیر را دیدی که نه در فکر بال افشانی است؟ مادری دهر شد ته آوار، کودکی را سر از گلوله زدند. افتضاحی چنین جهان گستر، افتضاح نژاد انسانی است. موزن دل بنه و فارغ شو، سجده کن چشم بند و گوش سپار. در دل دیگداگ هر ذره نغمه های عجیب کیهانی است. بحر در خیز و تاب و آن سوتر، پرگاه جهنمی در پیش. ناخدایی به زیر لب می گفت آه این لحظه های پایانی است.